کتاب تنهایی پرهیاهو از بوهومیل hrabal به ترجمه پرویز دوایی. فصل اول. هم ظرف و هم مظروف. نان در مراسم عشای ربانی از حواس و نه از خون مسیح. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطل خمیر می کنم. منی که از سرزمینی برخاستم که از 15 نسل پیش به این سو بی سواد ندارد و در خطه سلطنتی سابق زندگی می کنم که بر هم انباشتن اندیشه ها و تصاویر با حوصله در ذهن افراد نه فقط رسم بلکه وسوسه‌ای بوده است. اندیشه ها و تصاویری که موجب شادی توصیف ناپذیر و اندوهی از آن هم بزرگتر هستند. در بین مردمانی زندگی می کنم که به خاطر یک عدل اندیشه های برهم فشرده شده حاضرند جان خود را نثار کنند و حالا این همه دارد باز برایم تکرار می شود. 35 سال است که دارم به تناوب دکمه سبز و قرمز دستگاه پرس خود را فشار می دهم و همراه با آن 35 سال هم هست که دارم بی‌وقفه آبجو می خورم. نه آن که از این کار خوشم بیاید. از میخواره ها بیزارم. می نوشم تا بهتر فکر کنم. تا به قلب آنچه می خوانم بهتر راه بیابم. چون که من وقتی چیزی می خوانم برای تفنن و وقت کشی یا بهتر خوابیدن نیست. منی که در سرزمینی زندگی می کنم که از 15 نسل پیش به این سو بی سواد نداشته است. می نوشم تا آنچه می خوانم خواب را از چشم بگیرد که مرا به رعشه بیاندازد. چون که با هگل در این عقیده همراه هم که انسان شریف هرگز به اندازه کافی شریف نیست و هیچ تبهکاری هم تمام و کمال تبهکار نیست. اگر می توانستم بنویسم کتابی می نوشتم درباره بزرگترین لذات و بزرگترین اندوه‌های بشری. از کتاب و به مدد کتاب است که آموختم که آسمان به کلی از عاطفه بی بهره است. نه آسمان عاطفه دارد و نه انسان اندیشمند. نه اینکه انسان بخواهد که بی عاطفه باشد ولی وجود عاطفه در او خلاف عقل سلیم است. کتاب‌های نادر و ذی قیمت زیر دستای من و در پرس هیدرولیکم جان می‌دهند و من نمی‌توانم جلوی جریان و شتابشان را بگیرم. من چیزی جز قصابی رئوف نیستم. کتاب به من لذت انهدام را آموخته است. ابر انفجار و گروه‌های تخریب را دوست می‌دارم. می‌توانم ساعت‌ها بایستم و حرکات طلمبه‌زنی به دقت هماهنگ متخصصای انفجار را در کار به هوا پاشیدن کل یک بلوک ساختمانی تماشا کنم. حرکاتی را که به طلمبه زدن برای باد کردن لاستیکی عظیم میماند. از دیدن آن لحظه سیر نمیشوم که تمام آجرها و سنگها و تیراهنها به هوا میروند تا دوباره نرم سرازیر شوند. مثل رختی که به زیر میافتد. مثل کشتی که پس از انفجار دیگ بخارش به سرعت به کف اقیانوس می رود. در میان غبار انفجار و موسیقی انهدام می ایستم و به کارم در قلب زیرزمین فکر می کنم. زیرزمینی که در آن دستگاه پرسم قرار گرفته. دستگاهی که 35 سال است زیر نور چند تا لامپ دارم با آن کار می کنم. بالای سرم در حیاط کارگاه صدای پاها را می شنوم و از سوراخی که در وسط سقف زیرزمین قرار دارد چنان که از شاخ برکت نعمتها سرازیر شوند کیسه ها و جعبه ها و بسته های کاغذ و کتب کهنه را به پایین فرو می ریزند. ساقه های خشک گل فروشی ها، کاغذ های بسته بندی عمده فروشی ها، برنامه های قدیمی تئاتر و بلیط های اتوبوس ها، کاغذ بسته بستنی ها و اسکیموها، ورقه های رنگ پاشیده کاغذ دیواری، توده های کاغذ خیس و خونالود قصابی ها، کاغذ باطله های بسیار تیز و برای مغازه های عکاسی، محتوی سبد کاغذ باطله های ادارات،
نوارهای ماشین تحریر، دسته‌گلای پلاسیده تولد، گاهی در میان بسته روزنامه‌ها یک قطعه سنگ فرش پیدا می‌کنم که مخصوصاً گذاشتن تا بسته سنگین‌تر شود، یا چاقوی قلم تراش و قیچی که سهواً به جا مانده، یا چکش چنگکدار میخکشی، کارد قصابی، فنجانی با ته مانده خشک شده قهوه در آن، یا دسته‌گلای رنگ پریده عروسی و حلقه گل مصنوعی مخصوص مراسم تشییع. 35 سال است که دارم این همه را زیر پرس هیدرولیکم روی هم میکوبم و حاصل کارم را با کامیون و سپس قطار به کارخانه کاغذسازی میبرند که در آنجا کارگران سیم‌های دور بسته‌بندی‌ها را پاره کنند و محتوی آنها را در قلیه و اسیدی بریزند که حتی تیغ‌های ریش تراشی را که مرتب دست مرا می‌برند ذوب می‌کند. خب بگم که بقیش میمونه برای یه شب دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. تا یه شب دیگه، خداحافظ.